کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جلالدین بلخی 3 نفر جوانان ناحیه مذکور را برای صادر کردن جنایت دزدی دستگیر نمودند. گمانبرشدگان از حدود ناحیه ناقل‌های تلفن را از سیمچوب‌ها به یغما می‌بردند که با این کردارشان زیاده از 50,000 سومانی ضرر اقتصادی رسانیدند. افق قادریان این قضیه را شرح می‌دهد. دزدی جنایت به مقابل مالکیت در ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی گردیده است. وقتهای آخر بیشتر این جنایت از جانب جوانان و نابالغان صادر کرده می شود. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جلالدین بلخی در اساس مکتوب فیلیال جمعیت سهامی کشاده تاجیک تلکام ناحیه بلخی عاید دزدیده شدن ناقل‌های علاقه تلفن در کوچه های مرکزی ناحیه، بیمارخانه و کارخانه و مؤسسه ها پیوست بوده از جانب شخصانی نامعلوم 3 نفر گمانبران ساکنان ناحیه مذکور را که به دزدی دست زده و از حساب این کردار جنایتکارانه روزگار خود را سامان می‌دادند دستگیر نمودند. اینها تقویف اهلیدین، سال تولدش 1999، عالم خیرالله و نابالغ اسم می باشند. از فرصت مناسب برای خود استفاده نموده شبانه با راه پنهانی ناقل‌ها را از سیمچوب‌ها بریده از جای حادثه غیب می‌زنند. مبلغ‌های با راه دزدی به دست آوردهشان را در احتیاجات شخصی خود صرف نموده باز در پی نقشه‌های نوی جنایتکارانه می‌گردند. خوشبختانه در رفتی بردن کارهای اپراتیوی جستجویی کارمندان میلیتسه این گروه جنایت پیشه را سریع وقت دستگیر نمودند. هنگامی گذراندن کارهای تفتیشاتی معین کرده شد که این 3 نفر در 4 حالت دزدی دست دارند. به عنوان قطعی مردم خیلی رفتیم همجا گرفتیم میدن با شهر دختر بردیم فروختیم کیلوش 45. نسبت گمانبران در شعبه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جلالدین بلخی پرونده جنایتی با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.